ببینید، برای اینکه من این سوالتون رو جواب بدم، جنین استودنت به معنی دانشجو واقعی، پس به هیچ وجه توصیه نمیشه توی GS. با توجه به اهمیت GS در پرونده‌های دانشجویی استرالیا، آیا اشاره مستقیم به شرایط جنگ یا بحران داخلی در ایران توصیه میشه؟ ببینید، برای اینکه من این سوالتون رو جواب بدم لازم میدونم که عبارت GS رو یه مقدار توضیح بدم برای دوستانی که شاید با این مفهوم آشنا نیستن. GS مخفف دو کلمه جنین استودنت هستش. جنین استودنت به معنی دانشجو واقعی معیاری هستش که پرونده های دانشجویی استرالیا با توجه به این معیار ارزیابی میشه. یعنی آفیسرهای دانشگاه یا سفارت یا اداره مهاجرت استرالیا پرونده های دانشجو رو از تمام کشورها بر اساس این معیار GS ارزیابی میکنن که ببینن که آیا این دانشجویی که داره اپلای میکنه برای ویزای تحصیلی آیا هدف قصد واقعیش تحصیل هست و آیا واقعا میخواد به استرالیا تحصیل بکنه یا ویزا رو با هدف دیگه، ویزای تحصیلی رو با هدف دیگه میخواد اپلای بکنه. با این تعریفی که از GS داشتیم ما به این نتیجه میرسیم که ما باید توی اپلیکیشنمون به مواردی اشاره بکنیم که بتونیم آفیسرمون رو متقاعد بکنیم و مجاب بکنیم که ما تنها هدفمون تحصیله. حالا توی این GS اگر ما اشاره‌ای به شرایط جنگی یا بحران داخلی کشور بکنیم، خب این در حقیقت در تناقض با اون معیار GS هست. یعنی ما هدفمون میگیم فقط تحصیله ولی بعد اشاره میکنیم به شرایط جنگی و بحران. خب این میتونه تاثیر منفی روی پرونده داشته باشه. پس دوستان، توی جواب سوالات GS تون به هیچ وجه اشاره‌ای به شرایط جنگ یا وضعیت بحرانی کشور نکنید، چون این میتونه تاثیر منفی توی پرونده‌تون داشته باشه و ریسک پرونده‌تون رو بالا ببره. اگه قصد تحصیل در استرالیا رو داری، کانال ما رو سابسکرایب و زنگوله رو فعال کن.